تکنیک دوخت نامری هنری ظریف که قرنها از سوزن‌های طلایی مصر باستان تا پارچه‌های ابریشمی ایران باستان رو دوغ زده. تکنیک دوخت نامری مثل جادوی خاموش دوخت‌های لباس رو محو میکنه. مثل این میمونه که برش‌های پارچه خودشون به هم چسبیدن. این دوخت برای ترمیم پارگی لباس، تنگ کردن کمر و شلوار و تنظیم قد لباس استفاده میشه. حتی برای بخیه زخم‌ها هم استفاده میشه، چون بعد از اتمام اثری از جای بخیه باقی نمیمونه. امروز یاد میگیری که چطور لباس‌های سوراخ رو با یک نخ و سوزن تعمیر کنی و دیگه لازم نیست هزینه لباس جدیدی بدی. بعد از تعمیرش میتونی تا 30 سال دیگه هم بپوشیش. اگه برای بچه شلوار خریدی که قدش بلنده، بدون نیاز به بریدن کافیه که فقط به اندازه قد بچت پارچه شلوار رو تا بزنی. از این پوکه همه کار نامرئی دور تا دور پارچه رو دوغ بزنی و قد رو کوتاه کنی و با رشد قد کوتاهت به راحتی دوخت رو باز کنی و چند سال دیگه ازش استفاده کنی. یقه باز و گشاد رو با این رشد تنگ کن تا جایی که لازمه مطابق ویدیو بدوز. در آخر محکم بکش تا یک چین زیبا و ساده درست بشه. اگه دکمه لباست افتاده، اون رو اینطوری بدوز، هم مطمئنه، هم زیبا، هم جذاب. قسمت بالای جوراب های بله استفاده رو ببرد. با استفاده از همین کوک نامرئی اون رو به سر و سینه های بلوزت بدوز. این دوخت واقعا کاربردیه و کاملا بدون درزه. آستینا به راحتی بلندتر میشه. شما میتونی اون رو 3 تا 4 سال دیگه هم بپوشی. لایک کنی و 3 تا قلب زیبا هم برای من تو کامنت ها بذاری.